در دنیای نن مشکوک ما مکان‌هایی ممنوعه و اسرارآمیز وجود دارند، چه ورود به آنها غیر ممکنه. مکان‌هایی که داستان‌هایی عجیب و راست کردنی پشت درهای بسته‌شان پنهان شده. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا به برخی از مناطق این جهان حتی قدم گذاشتن هم غیر ممکنه و امکان داره انسان دارایی ناموسی خودشو از دست بده؟ امروز میخوایم شما رو به یک سفر بیلزنی ببریم که رازهایی تاریک و مرموزی را در دل و سوراخ‌های دیگر خود پنهان کرده. اولین مقصد ما جایی است که از دهه‌ها پیش به نماد اسرار و تئوری‌های توطئه تبدیل شده. منطقه 51 در بیابان نوادا که الهام گرفته از 69 لیز به حساب میاد. این پایگاه نظامی فوق سری همیشه مرکز شایعات و داستان‌های شب جمعه‌ای درباره موجودات فضایی و آزمایش‌های عجیب بوده است. این منطقه به طور رسمی و سند تک‌برگ توسط دولت آمریکا به عنوان یک پایگاه تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته. اما دهه‌هاست شایعاتی درباره موجودات فضایی در این پایگاه به گوش می‌رسد. هیچ کس اجازه ورود به این پایگاه را ندارد و اگر به مرزهای آن نزدیک شوید به سرعت تحت نظر قرار خواهید گرفت. در میان آبهای لاپارتکن اقیانوس هند جزیره‌ای وجود دارد که به آن لقب جزیره ممنوعه یا بشینی پاره میشی میگویند. این جزیره محل زندگی قبیله‌ای است که هزاران سال بدون ارتباط با دنیای خارج زندگی کردند. جزیره سنتینل شمالی. این قبیله هیچ تماسی با دنیای مدرن ندارند و هر کس که به جزیره نزدیک شود با تیر و حملات شدید و میلگرد فولادی آنها مواجه خواهد شد. دولت هند ورود به این جزیره را ممنوع اعلام کرده تا هم از جان انسان‌های بیرون محافظت کند و هم فرهنگ و تمدن این قبیله دست نخورده باقی بماند. اما آیا رازی در این قبیله نهفته است؟ در چین مقبره‌ای وجود دارد که خدا روحش رو قرین رحمت کند. قدمتش به 2000 سال پیش باز می‌گردد. امپراتور شیهوانگ بنیانگذار اولین امپراتوری چین قورباغه‌باز که یکی از عظیمترین آثار باستانی در جهان به شمار میاد. این مقبره در زیر یک تپه بزرگ دفن شده و هزاران سرباز سفالی که به ارتش سفالین معروفند در اونجا شرف حضور دارند. اما حتی باستان شناسان هم اجازه ورود به این مقبره رو ندارند. و چرا چینی هایی که در این دنیا فقط عمرشون درازه نه چیز دیگه‌شون ورود به این مکان رو ممنوع اعلام کردند؟ ممکن است به خاطر وجود تله‌های سمی و خطرناک که هر گونه حفاری در آن ممکنه جان افراد رو به خطر بیاندازه. اما باستانشناسان کاملاً با این موضوعات آشنا هستند و در کار خود
با تله‌های خطرناک سر و کار دارند. واقعیت چه چیزی در این مقبره پنهان شده که از آن محافظت شدیدی می‌کند؟ اما یک جزیره‌ای در اقیانوس اطلس جنوبی هست که یکی از دورافتاده‌ترین نقاط زمین به حساب میاد. جزیره بوهو که کاملا خالی از سکن است و هیچ کس نمی‌داند چرا این مکان در طول تاریخ توجه دانشمندان و کاشفان را به خود جلب کرده. جزیره‌ای که همیشه در یخ پوشیده شده و به طور کامل از دنیای بیرون جداست. اگرچه به ظاهر خالی از سکن است، اما سالها پیش قایقی مرموز بدون هیچ سرنشینی در نزدیکی این جزیره یافت شد. آیا این جزیره خالی از سکن است؟ اما واتیکان، مرکز دنیای کاتولیک، یکی از رازآلودترین آرشیوهای جهان رو در دل خود نگه داشته. آرشیو محرمانه واتیکان این مجموعه شامل میلیون‌ها سند و کتاب است که فقط تعداد بسیار کمی از افراد شاخص به این کتاب‌ها دسترسی دارند و خواندن این کتاب برای عموم ممنوع است. این کتاب‌ها شامل تاریخ جهان و اسراری درباره مذهب و سیاست، حتی کتاب‌هایی در مورد احضار شیاطین به این دنیا و انواع طلسمات و جادوهای سیاه هم در این آرشیو وجود دارد. این مکان‌های ممنوعه تنها بخشی از رازهای پنهان جهان ماست. هر یک از این مکان‌ها داستان‌های اسرارآمیز و خاص خودشون رو دارند که شاید هیچگاه به طور کامل کشف نشوند. اگر شما هم به این مکان‌ها علاقه دارید، در قسمت کامنت ها نظرات خودتون رو برای ما بنویسید که دوست دارید درباره کدام مکان بیشتر بدانید.